تصمیم یک دادگاه امریکا در مورد پولهای افغانستان. غرامت از پولهای منجمد شده افغانستان به قربانیان 11 سپتامبر پرداخته نشود. سخنان تکراری جنرالان امریکایی. مکینزی میگوید که امریکا هیچگاه نتوانست مسئله پناهگاه‌های طالبان در پاکستان را حل کند. طالبان امروز با فکر دیروز. بریتانیا میگوید که طالبان تغییر نکردند و افغانستان با بحران انسانی ویرانگر مواجه است. و سیلاب‌های ویرانگر در همسایگی افغانستان. سیلاب‌ها چندین میلیون شهروند پاکستانی را متضرر ساخت. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل گفته است که درخواست پرداخت غرامت از سرمایه‌های منجمد شده افغانستان به قربانیان 11 سپتامبر از سوی محکمه نیویورک رد شده است. او امروز شنبه 5 سنبله در توییت نگاشته محکمه نیویورک امروز درخواست پرداخت غرامت از سرمایه‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان به خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر را رد کرد. آقای فایق اضافه کرده است امید است سرمایه‌های منجمد شده افغانستان به زودترین فرصت آزاد شده و از آن بر اساس یک سیستم شفاف و نظارتی به توسعه و کمک به مردم نیازمند افغانستان استفاده شود. این در حال است که رئیس جمهور بایدن سال گذشته با صدور حکم 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده افغانستان را برای کمک رسانی به مردم این کشور و باقی آن را به خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر اختصاص داده بود. جنرال فرانک مکینزی، فرمانده پیشین ستاد مرکزی امریکا، روز جمعه 4 سنبله در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت که طالبان در 2 دهه گذشته همیشه در پاکستان پناهگاه‌های امن داشتند و ایالات متحده امریکا در این مدت هرگز نتوانست در مورد پناهگاه‌های طالبان با اسلام آباد به توافق برسد. این جنرال امریکایی گفت که پاکستانی‌ها اطمینان داشتند روز امریکا نیروهای خود را از افغانستان بیرون می‌کند و به همین دلیل توافق روی پناهگاه‌های طالبان با پاکستان صورت نگرفت. او گفت پاکستانی ها هرگز باور نمیکردند که ما در افغانستان بمانیم. همیشه فکر میکردند که ما میرویم و افزود آنها درست فکر میکردند، ما رفتیم. فرمانده پیشین سنتکام همچنین گفت که امریکا با مدل شکست خورده غربی دست به ملت سازی در افغانستان زد که به گفته او کار نادرست بود. مکینزی گفت ما به ملت سازی در افغانستان آغاز کردیم که شاید برخی از این تلاش ها برای محافظت از منافع ما ضروری بود، اما تلاش های گسترده دیگر در این راستا انجام دادیم که در نهایت در دراز مدت به ما کمک نکرد. او گفت نمیدانم که افغانستان با مدل غربی ملت سازی قابل اداره باشد، اما میدانم که افغانستان با الگوی افغانی قابل اداره است و به پایداری خواهد رسید. ما با واقعیت‌های افغانستان توجه بسیار کمی داشتیم. جنرال عالی رتبه امریکایی گفت که ماموریت افغانستان برای 4 دولت ایالات متحده و 2 حزب عمده این کشور ترکیب از شکست نظامی و دیپلماتیک بود. طارق احمد، وزیر بریتانیا برای آسیای جنوبی و کشورهای مشترک المنافع در مطلب در مورد افغانستان نگاشته که کارکرد 1 ساله طالبان در افغانستان نشان می‌دهد که آنان تغییری نکردند و افغانستان با بحران انسانی ویرانگر مواجه است. آقای احمد در این مطلب اوضاع جاری در افغانستان را غم‌انگیز خواند و گفت وخامت وضعیت حقوق بشری در سراسر افغانستان یک واقعیت غم‌انگیز است، اما ما مصمم هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که دستاوردهای 20 ساله این کشور بیهوده نیست. این وزیر بریتانیایی با آنکه طالبان هیچ گونه تغییر نکردند، اما باید این واقعیت را بپذیرند که امروز افغانستان و مردم آن تغییر کردند. وزیر بریتانیا برای آسیای جنوبی و کشورهای مشترک المنافع تاکید کرده که این کشور با شرکای بین‌المللی بر طالبان فشار می‌آورند تا حقوق بشر را رعایت کرده و از سلب آزادی زنان، عدم اجازه دادن دختران به ادامه تحصیل و ممنوعیت بیان آزاد جلوگیری کنند. او همچنین تاکید کرده که کمک به همه دختران برای بازگشت به مکتب و بازگشت زنان افغان به کار یک اولویت است. وزیر بریتانیا برای آسیای جنوبی و کشورهای مشترک المنافع با اشاره به کمک‌های بشردوستانه به ارزش 286 میلیون پوند این کشور با افغانستان بار دیگر تاکید کرده که افغانستان با یک بحران انسانی ویرانگر مواجه است. او افزوده که بریتانیا میلیون‌ها شهروند عادی افغانستان را که تحت حکومت طالبان زندگی می‌کنند فراموش نخواهد کرد و به مردم این کشور اطمینان می‌دهد که تعهد بریتانیا با آنها همچنان قوی است. این اظهارات وزیر بریتانیایی در حال صورت می‌گیرد که طالبان تمامی آزادی‌های مدنی و سیاسی زنان را سلب کرده و به هیچ اصول جهانی پابند نیستند.
دولت پاکستان پس از افزایش تلفات سیل وضعیت اضطراری اعلام کرد. پاکستان میگوید بیش از 30 میلیون نفر تحت تاثیر سیل قرار گرفتند. به گفته مقام‌های این کشور، سیل امسال همانند سال 2010 است، بدترین سیل در تاریخ پاکستان که جان بیش از 2000 نفر را گرفت و 1/5 کشور زیر آب بود. دفتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان میگوید 33 میلیون نفر تحت تاثیر سیل قرار گرفتند. شری رحمان وزیر تغییرات آب و هوایی پاکستان نیز به خبرنگاران گفت بیش از 30 میلیون نفر از جمعیت 220 میلیون نفری این کشور بدون سرپناه ماندند. گفته شده 42 نفر فقط در پی سیلاب روز جمعه در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. همچنین هزاران نفر در این کشور بیجا شدند و غذای کافی ندارند. یک کشاورز در پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفته است: من هرگز در عمرم چنین سیل عظیمی را ندیده بودم. نوارهای تصویری منتشر شده از سیلاب‌های پاکستان نیز نشان دهنده وضعیت وخیم در این کشور است.